در آشپزخانه مشغول وقت گذروندن بودیم. من چای می‌خوردم و اون هم کارهای روز رو یادداشت می‌کرد تا اینکه یک روز بعد گذشت و اتفاقی افتاد که سرنوشت هر دومون رو عوض کرد. خودش بود نتیجه آزمایش. اون کلمه مثل شعله آتشی درونم رو میسوزوند و دلهره‌ای درون من ایجاد کرد. میترسیدم از اینکه جک پس بزنه مارو یک تکه از وجودش رو. اول عصبانی شدم. نمیتونستم حالم رو براش توصیف کنم. فقط میخواستم این یه خواب باشه که بعداً بیدارشم و ببینم همه چی به حالت اول برگشته، اما واقعی بود. اون روز من در آغوشش نگرفتم و حمایتش نکردم. فقط عصبانی شدم. ترسیدم. از ساکت موندم.